سلام، من عبدالله اشرف شما را با مهمترین رویدادهای روز پنجشنبه 17 ایول آشنا میکنم. سیراج الدین اسلف وزیر خارجه تاجیکستان روز 17 ایول با رئیس جمهور قرقیزستان المازبek اتمبایف در قرارگاه او در بشکک ملاقات کرد. بنا به گزارش سامانه رسمی رئیس جمهور قرقیزستان، المازبek اتمبایف گفته است مقامات هر دو کشور باید همکاری را از راه برخورد سازنده و با توازن حل مسائل موجوده بین قرقیزستان و تاجیکستان فعالتر کنند. وزارت خارجه قرقیزستان خبر داد که سیراج الدین اسلف همچنین با همتای قرقیزش ارلن عبدالدایف دیدار داشته است. در بیانیه مطبوعاتی این وزارت گفته می شود که جانب‌ها به وضع در ناحیه‌های نزد مرزی دو کشور توجه ویژه داشتند. در ملاقات مسائل مربوط به ساختمان پل و راه‌های ماشینگرد نیز بررسی شده است. سیراج الدین اسلف از 15 ایول به منظور شرکت در یک نشست منطقوی و انجام سفر رسمی در قرقیزستان قرار دارد. در دهه لاهوتی ناحیه عبدالرحمن جامی، زادگاه دو قربانی صدمه متروی مسکو، برادرزاده‌ها بختیار مولانوف و بوریبای هیتوف 26 ساله، والدان و نزدیکان انتظار جسدهای این دو جوانند. به گفته خانواده هر دوی آنها یک سال قبل برای مهاجرت مهنتی به روسیه رفتند و در مسکو به کارهای ساختمانی مشغول بودند. عبدالجلیل هیتوف پدر مرحوم بوریبای میگوید با شنیدن صدمه مترو گوشی تلفن را گرفته در پی جستجوی جگربندش شده است. الو گفتم که وای گفت نومی باشم گفتم که وای گفت که это сотрудник полиция گفت. من گفتم یکی پلیسیا در غلطی داره یا اون کارقتی گفتم گده خزائن تلفن گفتم это Таджикистана беспокоит. Вай гуки она это хозяин телефона попал в катастрофу. عبدالحمید برادر خردی بوریبای تا به حال به خبر هلاک شدن وی باور ندارد. نمیش اکمه ایش جان ایش نوش بختیارای اوش بوری اکمه دوست می داشتم چیزی می گفتم می آورد. صبح 15 ایول یک قطار متروی مسکو در راه بین ایستگاه سلاویانسکی بولوار و پارک پبیدی از ریلز بیرون شد. در نتیجه این صدمه 23 نفر هلاک و بیش از 100 تن دیگر زخم برداشتند. مسئولان سفارت تاجیکستان در مسکو میگویند در این صدمه 4 نفر دیگر زخمی شدند. وزارت کشاورزی تاجیکستان ادعاها در مورد اضافه نویسی در استحصال کارتوشکا در کشور را رد کرد. با تاکید مسئولان وزارت کشاورزی سال گذشته در کشور واقعاً 1 میلیون تن کارتوشکا استحصال شد، اما قسمی از آن از سردی تلف و قسمی هم پوسید. کارتوشکا وقتی که ذخیره میکنن برای نگهداری آنها یخچال‌های خوبی زمانوی که آنها امکانیت نگه داشتن همون ابیام همون مقدار کلان کارتوشکا را داشته باشند متاسفانه در جمهوری وجود ندارد نیست. ادعاها در مورد جای داشتن اضافه نویسی در آمار استحصال کارتوشکا زمان سر زد که بهار سال روان بنابر کمبود کارتوشکا نرخ آن در بازارهای دوشنبه تا به 5 سامانه رسید. قبلا قاسم رهبر وزیر کشاورزی در جلسه حکومتی به پرزیدنت گزارش داده بود که سال 2013 در کشور 1 میلیون تن کارتوشکا استحصال شده است و این برای برآورده ساختن نیاز اهالی بسنده است. اخباری از این هم بیشتر با عکس و ویدیوهای دیگر در وبسایت رادیو آزادی، در صحیفه های ما در فیسبوک، توییتر، یوتیوب و هم زمینه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن های همراه.